سلام عزیزان، به خونه و آشپزخونه من خوش اومدین. امروز با هم میریم یه نان بلکی شکلاتی خیلی خوشمزه و اسفنجی و خوب تهیه کنیم. 1/3 پیمانه آب ولر معادل 80 میلی لیتر. 1/2 پیمانه شیر ولر معادل 125 میلی لیتر رو توی ظرفی میریزم و 3 قاشق غذاخوری شکر بهش اضافه میکنم. 1 پاکت خمیر مایه که برابر با 1 قاشق غذاخوری هستش روی اون میپاشم. یه مقداری همشون میزنم و بعد برای مدت 10 دقیقه استراحت بهش میدم. حالا بعد از 10 دقیقه خمیر مایمون به عمل اومده. چهار قاشق غذاخوری روغن مایه بهش اضافه میکنم. دوباره یه مقداری همش میزنم و 1 قاشق چایخوری پوست رنده شده لیمو ترش بهش اضافه میکنم. البته این دل بخواهه، اگر دوست داشتین اضافه میکنیم. 1 دونه سفیده تخم مرغ اضافه میکنم و زرده اونو برای رومال نگه میدارم. برای اینکه آردو میخوام اضافه کنم، اینا رو توی ظرف بزرگتر منتقل میکنم. 1 قاشق چایخوری بهش وانیل اضافه میکنم و هم میزنم. حالا 340 گرم آرد رو کم کم بهش اضافه میکنم. ممکنه یه مقداری کمتر یا بیشتر آرد نیاز داشته باشین، اما سفتی و شلی خمیرتون دقت کنین که مثل همین خمیری که من درست میکنم باشه. فقط برای 2 دقیقه ورز بدین کافیه. این خمیر نیازی نیست که زیاد ورز بخوره. با همین 2 دقیقه هم کاملا اسفنجی و پنبه‌ای میشه خمیر. یه خمیر تقریبا نرمه و زیاد سفت نیست. توی ظرفی رو با روغن چرب میکنم. خمیر رو توش میذارم و برای 1 ساعت استراحتش میدم. حالا بعد از 1 ساعت رو ببینین خمیرمون چه پفی کرده. یه مقداری پفش رو میگیرم و بعد اونو قسمت بندی میکنم. نسبت به این که بخواین بلکی هاتون کوچیک باشه یا بزرگ، میتونین اونا رو تقسیم بندی کنین. من 7 تا بلکی درست کردم از این مقدار خمیر. همینجور که میبینین خمیر رو یه مقداری با دست باز میکنم. روی اون شکلات ذوب شده میریزم یه مقداری و بعد خمیر رو به این شکل رولش میکنم. قسمت باز اونو با ویشگون گرفتن میبندم کاملا و کنار میذارم. تمام خمیرها رو به همین شکل ابتدای مقداری به شکل مستطیل با دست بازشون میکنم. شکلات روی اونا میذارم و میبندمشون. به حالت رول میبندمشون. اون قسمت های اطراف و زیر اون که بازه حتما محکم ببندین که شکلات بیرون نزنه. بعد از اینکه تمام خمیرها رو به این شکل درست کردم، توی سینی فر روی کاغذ روغنی گذاشتم و برای مدت 20 دقیقه گذاشتم تا استراحت کنه. حالا زرده تخم مرغ رو روی نانها میمالم.
و بعد یه مقدار کنجد روی اون میپاشم. میتونین کنجد یا سیاه دونه روی اینها بپاشین یا اگر مایل نبودین به همین شکل خالی باشن. فر رو از قبل با 180 درجه سانتیگراد گرم کردم. نانها رو برای مدت 20 الی 25 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. اگر دوست داشتین نانها کمی شیرین تر بشه میتونین بعد از در آوردن از فر روی اونها پودر قندلک کنین و همینطور یه مقداری هم شکلات ذوب شده روی اونها بریزین. دوستان عزیز، بافت این بولکی بسیار نرم و اسفنجیه. جای همتون خالی و خدا نگهدارتون.